حضرت عثمان ذوالنورین دارای اون همه شرم و حیا، در حالی که سرش در قرآن بود مطالعه می کرد. تازه مسلمانای از دین برگشته از عراق و مصر و شام آمده بودن، خانه خلیفه رو حلقه زده بودن. حضرت علی دو شیرمرد و به اسم حسن و حسین شمشیر به دست فرستاد، گفت برید از خلیفه نگهبانی بدید. حضرت خلیفه گفت برید خانه هاتون ای حسن و حسین، من نمیخوام که خونریزی بشه به خاطر من، خطری هم نیست. هنگامی که رفتن به خانه، از رو در و دیوار ریختن داخل، از هر طرفی آمدن قرآن جلوش گرفت، اینطوری از هر طرفی آمدن قرآن جلوش گرفت، نتونست ضربه بزنه، رفت گفت من نمیتونم، هر طرفی میرم آسمان قرآن جلو میاره. تا سنگلی رفت، از هر طرفی قرآن آمد، زد قرآنو. همسرش آمد زد، انگشتاشو برد و نهایتا زد شمشیر ناجوان مردانه بر فرق سر عثمان، دونست شد، خوابید تو قرآن. و این چنین مرد عظیمی که با دو دخت گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بود که ملائکه ازش شرم می‌کرد، جسمان مبارکش رو تحویل داد، امانت رو تحویل داد، آبرومندانه، و در قبرستان بقیع، در وسط قبرستان بقیع مدفونه.